سلام فامیلیه بچه‌ها. به این ویدیو امروز اومدیم درباره ترندهای اخیر ایران یا دنیا صحبت کنیم و نظرمون دربارش بگیم و بگیم چه کاربردهایی داره یا بهش نمره بدیم و بگیم آیا حقش هست که ترند باشه یا نه. پس بریم سراغ. لایک کامنت دنبال یادتون نره، حتما ساب بزنید، کامنت انگلیسی هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین ترند اخیر که خیلی هم ترند شده، یعنی یه چیز ترند که حدسم زدید فکر کنم، لبوبو. بله بچه ها، لبوبو یه عروسکه که عکسشو حالا اینور یا اینور میبینید. یه عروسکه که همون کاربرا اعتقاد دارن که خوبه، باحاله، جاسویچیه و نرمه و اینا. البته چیز یعنی آره ترسناکه، ولی من نمیدونم یه رنگم داره به اسم سیکرت که نمیدونم فکرم یکی از 72 تا در میاد. داخلی کارتونش حتما هست و خیلی کمیابه. یک پسر رو دیدید باز میکنه میگه سیکرته. حالا اگه شد ویدیوش هم میذاریم. واقعا چی بودون؟ بله. و اینکه به نظر من چیز الکی ترند شده. آخه چیزایی که ترند میشن معمولا چیزای چرتی ان دیگه. اینو دیگه همه میتونن خب بچه ها، به نظر من نمره‌ای که بهش میدم چی بگم، اصلا ارزش نداشت. یه ترند چه دیگه لوپ بود دیگه، یعنی سکسک های قدیم از لبوبو بهتر بود دیگه. وقت ببین اصلش 10 میلیونه، یعنی کدوم احمقی 10 میلیون پوله یه عروسک که اینقدر دیو میده؟ واقعا احمقن بعضیا بلا نسبت شما. و اینکه آره دیگه قیمتش هم فکر کنم آخه تو پاچه کنی هم زیاد داره دیگه. سمت بازار من رفتم 600,000 تومان بود، بعضی جا 1,800 اینا هم میفروشم و به نظر من ارزش نداره ترند باشه. و نمره من 4 از 10. بریم سراغ ترند بعدی. خب ترند دوممون ماچاه، چیزی که ترند شده و چوسیه بیشتر میبینید فکر کنم بدونید چیه دیگه، نمیدونم چیه. حالا عکس اطلاعاتش هم حالا یه جا میذاریم که عرضم به حضور شما. سبز بعد میگن مزه علفای مازندران، یعنی گاو اینو لب نمیزنه چه برسه انسان. ولی نمیدونم بعضیا با خاطر چوسیش میخورن که مقدار زیادی انرژی طبیعی به شما میدهد، به شما در کاهش وزن کمک میکنه، قلب شما رو سالم نگه میداره. که همه اینا زری بیش نیست. من میتونم شواهد بدم. شواهد دیگه خدا چی دارم میگم. مانند قهوه مثلا به شما انرژی میده و دیگه برخلاف قهوه هم باعث لرزش بدن یا هیجان بیش از حد نمیشه که همونجور که گفتن چوسیه دیگه. بریم سراغ ترند بعدی. خب آقا ترند بعدی که میشه ترند سوم کیمنی بود که یه زمانی خیلی ترند شده بود، اصلا تو مدارس بین بچه ها. بذارید من کارتامو بیارم. اولا اگه این پشت مشاهده میکنید جوم گرفت و خریدم. این همه رفت تو پاچم. من الان تو هر سایتی میذارم نمیخرن، به هر کی هم میکنم تو پاچش میگن نه دیگه کیمنی دیگه قدیمی شد دیگه، کیمنی دیگه خیلی قدیمی شد. اون زمان میکردیم تو پاچت بیاریم ببین 6 تا کارت 700 تومن میفروختن. واقعا بچه حرام این کار. ولی خب منم به کیمنی به نظر من ترند شد، چیز باحالی بود. خیلی هم سعی کردن عروش نمیدونم کپی و اینا بزن، ولی خدایی چی از به پاش نرسید. و به نظر من که آقای کیمنی اسپانسر برنامه ما شد. تو رو خدا از دعواز. بله و منم بهش نمره 8 میدم. بازار خوبی بود و به نظرم خوب ترند شد و حقش رو داشت.
بریم سراغ ترند بعدی. خب ترند بعدی ما که میشه شماره 4 بابل تیه. یعنی یه سری چیزا بودش که چجوری بگم شبیه شیک بود، بعد یه سری توپکای ژله‌ای داشت که منم خوردم بچه‌ها. اون ژلاش اصلا خوشمزه نیست. یعنی ببینید خیلی حس بدی میده تو وقتی میخواید بخورید، خیلی بده. خلاصه من خوشم نیومد، سلیقه‌ایه دیگه. و اینکه به نظر من ارزش ترند شدن داشت دیگه. تو خارج هم ترند بود دیگه، خوب بود، ارزش داشت. ولی نمره‌ای که بهش میگم 5 از 10 بود، اصلا افتضاح بود. نه 5 خیلی کمش، 7 میدم از 10 به خاطر شیک خوشمزه است. چجوری بهش میگن، یه سری چیزای خوشمزه داشت به غیر از اون ژلا که اونا خیلی خوب بود. بریم سراغ ترند بعدی. موچیه که ژاپنی اصلش، بعد نمیدونم خمیره و نمیدونم یه سری کرم شکلاتی و تو مایاس و خدایی من خوردم خیلی خوشمزه. ولی یه دونه بیشتر نمیتونید دیگه، بهتره کنید 2 تا، اصلا بدجور دلو میزنه. ولی خدایی خوشمزه است. قیمتش هم کنم 85,000 تومان بود اون زمان، 100 تومان اینا الان. و اینکه آره ارزش ترند شدن داشت. و نمره هم که بهش میدم 8.5 از 10. خیلی خوشمزه بود. خلاصه من خوردم و خیلی خوشمزه بود، مخصوصا سردش. البته سردش اصلشه دیگه. بریم سراغ ترند بعدی. خب ترند ششم ما ترندیه که چند وقت پیش خیلی وایرال شده بود و چیزی نیست جز بستنی انبه. آقا من نمیدونم این چرت و پرت کجا آمد. من رفتم خریدم خوردم و پست. یه سری کاربردا داره، نمیدونم میگن استند گوشی میشه و لیوان میشه و این. البته میشد ولی حالا درست حسابی نه. و به نظر من حالا چیز جدیدی بود. آقا من سوال دارم، بهانه بستنی ها مگه 3 بعدی نیستن؟ فرقش چی بود بگو؟ و اینکه ارزش ترند شدن میشه گفت داشت، چون یه اسکی بود از اون خارجی همشون تقریبا اسکیه. و اینکه نمره هم بخوام بهش بدم 6.5 اینا، 6.5 از 10. فقط کرم توش خیلی خوشمزه بود که خدای من دوست داشتم. استندم میشد ولی داداش تو اونو تو مهمونی آخه نمیتونی استند کنی. لیوان که اون لیوانش خیلی ضایع بود. آره دیگه بریم سراغ ترند بعدی. ترند بعدی هم یه ترند چوسیه که میشه شماره 7 که میشه شکلات دبی. شکلات دبی بچه خیلی گرون بود. یعنی من یه دونه انقدریشو گرفتم 300 تومن کردن تو باچم، ولی خیلی خوشمزه بود. یعنی خیلی خوشمزه بود. شکلات بود دیگه، نمیدونم کنفش میگن اینا داشت. بعد نمیدونم بادوم داره و اسمش هم که روش شکلات هم داشت. و اصلش هم برای دبیه که اصلش هم خیلی گرونه. فکر کنم 1.5 تومن باشه اصلش دبیه. و به نظر من ارزش ترند شدن نداشت، چون خدا وکیلی شکلات دیگه. چیه شکلات دیگه؟ شکلات دبی دیگه چیه؟ بگم شکلات کانادا مثلا بعد دوره ترند شه. و نمره‌ای که بهش میدم 9 از 10. خدایی چیز خوبی بود، خیلی خوشمزه بود ولی گرون به شدت. بریم سراغ ترند بعدی. بچه‌ها ترندی بود، نمیدونم فقط تو مدرسه ما ترند بود یا نه. نمیدونم یه چیزی بود کیکس مکس که عکسش هم میاد همونطور که میبینید. یه سری توپک‌های ریز بود که تو خیلی ترش بود و 4 تا طعم داشت. فکرم سیب آلبالو انگور با یه چیز دیگه بود که دهنم آب افتاد لعنت، که خدای خوب بود. یعنی ارزش ترند شدن داشت و نمیدونم ترند حساب میشه یا نه، چون تو مدرسه ما که خیلی ترند بود. و اینکه بریم سراغ ترند آخر. ترند آخر ما چیزی نیست جز کرم بادام زمینیه اشرف. فقط 15,000 تومان. آقا چه بچه چه ترند حساب نمیشه آقا.
میشه آقا؟ که ویدیوش هم بچه‌ها میذارم ببینید. می‌بینی شکلاتی گران نخر آقا. ما فقط با پول یه دونه شکلات سوبانی که شما از بیرون می‌خرید شکلات بادام زمینی فقط 20000 تومن آقا. بادام زمینی اشرفی رو بهتون میدیم آقا. مثلا چرت و پرت بود آقا. ترند نشد، وایرال شد و فان بود. بیشتر این اصلا چرت و پرت بود اینی که گفتم. خب آقا مرسی که این ویدیو رو دیدید. همونطور که گفتم لایک و کامنت دنبال یادتون نره، کانال رو جوین بدید. اگه خوشتون اومد ویدیو هم لایک کنید. تا یه ویدیو بعدی فعلا خدافظ.